فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری پرسیدند که حکم مراقبه و بیعت یعنی چه؟ آیا در اسلام بوده؟ انجامش چه حکمی دارد؟ حکم مراقبه یعنی این که ما یک کسی را بالای سر خودمون تصور بکنیم و اون رو در فکر و خاطر خودمون اونو حاضر بدونیم، تصور بکنیم وجودش را در جلوی خودمون، تا اینکه یک انگیزه‌ای باشد برای مثلا پایبندی بدین یا اینکه اعمال خودمون را بهتر انجام بدیم. از نظر اصلی و اساسی تعبیری که در شریعت اسلامی اومده احسان هست. احسان همون گونه که از اسمش مشخص هست از حسن گرفته شده، یعنی پخته‌کاری، یک کاری را به نحو احسن انجام دادن. در حدیث معروف حضرت جبرئیل علیه السلام اومده که حضرت جبرئیل اومد و سوال کرد از رسول الله صلی الله علیه وسلم که اخبرنی عن الاحسان، احسان چی هست؟ احسان رو برای من معرفی بکن، تعریف بکن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. احسان الله رو مراقبه خود بدون. بله این که ما فقط الله رو در نظر داشته باشیم، الله رو تصور بکنیم، همیشه معتقد به این باشیم، در ذهن و خاطر ما این باشد که الله متعال ما را میبیند و ناظر بر اعمال ما هست، شنونده گفتار ما هست و اعمال ما را کاملا میبیند و آگاه از درون ما هست، از قلبه های ما در واقع اطلاع دارند. این تعبیری که در اینجا از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده و احسان هست، این هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. این که انسان مسلمان سعی بکند هنگامی وقتی که نماز میخواند یا هر کار دیگری را انجام میدهد با این تصور و با این گمان و خاطر نماز بخواند که من الله را میبینم. یعنی بالفرض اگر واقعا شما الله را میدیدید، اگر این توان را داشتید و الله متعال جلوی روی شما بود، تا چه اندازه شما خشوع و خضوع داشتید، حضور قلب داشتید در نماز خودتون و روحانیات و معنویات شما در نماز در واقع افزوده میشد. به این انگیزه شما نماز بخونید، یعنی مراقبه بکنید، الله متعال را در ذهن داشته باشید و گویا که در حضور الله متعال نماز میخونید. منتها اگر در درجه بعدی شما نمیتونستید این تصور را بکنید، نماز شما نمیتونستید شما که این نمازتون در این حد بالای معنویت باشه، اما اینو مطمئن باشید که الله متعال قطعا شما را میبیند. گرچه شما الله متعال رو مشاهده نمی کنید، اما قطعا و 100% نماز شما، روزه شما، زکات شما، حج شما، تمام عبادات و اعمال شما، تمام اینها تحت نظر الله متعال هست و هیچ چیزی از الله متعال پوشیده نیست. پس بنابراین به همون گونه که اگر الله متعال در حضور شما بود و مشاهده می کردید، حضور قلب داشتید و در واقع خضوع و خشوع را مراعات می کردید، در وقتی که نماز می خوانید مطمئن باشید که الله متعال شما را می بیند. پس بنابراین حضور قلبتان، خضوعتان و خشوعتان که باید به صورت کامل و در بالاترین درجه باشه. مراقبه‌ای که در شریعت ما سراغ داریم در این اندازه است و بس، بیشتر از این مراقبه رو ما نداریم. به اینکه ما اینو در نظر داشته باشیم که الله متعال ما را می‌بیند و ناظر تمام اعمال ما هست. و یک نکته جالبی که واقعا امام مهدی که نیست، نه مهدی و نه غیر مهدی، حتی رسول الله صلی الله علیه و آله، نه حضرت علی، نه حسن حسین، نه ابوبکر، نه عمر، نه امام ابو حنیفه، نه مالک، نه شافعی، نه احمد ابن حنبل، نه عبدالقادر جیلانی و نه هیچ کسی دیگر. هیچ کسی غیر از الله متعال ناظر اعمال ما نیست و نمیداند ما چه کاری رو انجام میدیم. در خلوت که ما هستیم فقط و فقط الله متعال هست که ناظر اعمال ما هست و بس. و درباره صفات الله متعال و نامهای الله متعال من این نکته رو به بینندگان عزیز اینو توصیه بکنند که همیشه 3 صفت و 3 نام از نامهای الله متعال رو در نظر و خاطر خودتان داشته باشید. میخواید مراقبه بکنید، میخواهید که معنویات شما، روحانیات شما بالا برود، همیشه حضور قلب داشته باشید در عبادات خودتون. 3 صفت از صفات الله متعال رو انسان همیشه در نظر داشته باشه. یکی این که الله متعال سمیع هست. سمیع یعنی شنوا هست،
که در آیات زیادی از قرآن کریم این صفت برای الله متعال ثابت شده. الله متعال سمیع هست، پس بنابراین تمام گفتار ما را میشنود. درست. هر چیزی، هر سخنی که چه به صورت نجوا باشد چه به صورت صدای بلند باشد، تمام اینها را الله متعال میشنود. پس بنابراین ما باید مراقب و مواظب گفتار خودمون باشیم. الله متعال بصیر هست. بصیر هست یعنی این که میبیند. یک از صفات الله متعال این است که الله متعال مشاهده میکند، میبیند. پس بنابراین تمام اعمال ما تحت نظر الله متعال هست. الله متعال مراقب ما هست. اعمال ما ثبت میشود که ما چه عملی رو انجام دادیم. پس ما هم باید مواظب اعمال خودمون باشیم، زیرا که الله متعال بصیر هست. و الله متعال علیم هست. یعلم خائنة الاعین، خیانت چشم را و ما تخفی الصدور را همه الله متعال میداند، آگاه است. از قلب ما خبر دارد که در قلب ما چی میگذرد. آیا من خیرخواه دیگران هستم یا بدخواهشون هستم؟ در قلب من مهر و محبت وجود دارد یا اینکه کینه و عداوت وجود دارد؟ آیا در قلب من اخلاص وجود دارد یا ریا هست درباره کارهای من؟ تمام اینها را الله متعال در قلب من و تمام بندگان کاملا آگاه است. پس بنابراین سمیع بودن و علیم بودن الله متعال و بصیر بودن الله متعال، این صفت رو اگر ما همیشه در ذهن و خاطر خودمون داشته باشیم، این در واقع ضامن این می شود که هم اعمال ما و هم گفتار ما و هم افکار و باورهای ما مطابق با خواست و رضایت الله متعال باشه. پس بنابراین این در این زمینه این مراقبه‌ای که هست در این اندازه یک مراقبه مشروع هست و اسمش در شریعت اسلامی همون احسان آمده. چه اینو به احسان تعبیر بکنیم، احسان تعبیر شرعیش در واقع همین احسان است. اما تصوف و نمیدونم عرفان و یا موارد دیگر، اینها نامه‌های مستعاری هست که خالی از اشکال نیست و در این زمینه اشکال‌هایی وجود داره. اما اگر منظور از مراقبه این باشد که متاسفانه برخی از نهله‌های تصوف که به گمراهی رسیدن این توصیه رو میکنند به مثلا اون مرشد و پیر به مریدهای خودشون این توصیه رو میکنند که هر جا رفتید پیر خودتان رو تصور بکنید. یعنی تصور شیخ و شیخ طریقت یا همون پیر، هر جا که رفتید تصور بکنید که پیر شما، مرشد شما جلوی روی شما هست، شما رو میبیند، مواظب اعمال خودتون باشید. این در واقع یک مراقبه شرک‌آمیز هست. من به عنوان یک مسلمان مکلف هستم که الله را مراقب اعمال خودمون بدانم. الله هست که سمیع هست، بصیر هست، علیم هست و شاهد تمام اعمال من هست. نه رسول الله، نه حضرت علی، نه ابوبکر، نه عمر، نه عبدالقادر جیلانی، هر کسی دیگری، نه این استاد من و پیر و شیخ من. اون کسی که من باید از اون بترسم، از اون واهمه داشته باشم، اعمالم را به خاطر اون انجام بدم، فقط و فقط الله متعال است. پس بنابراین تصور کردن شیخ، تصور کردن استاد، تصور کردن کسی دیگر در این زمینه مخالف با شرع است. و اگر قرار باشد ما کسی رو در ذهن داشته باشیم، خب الله متعال که حی حاضر هست، همه به این اعتقاد داریم. اگر قرار باشد غیر از الله کسی رو ناظر اعمال خودمون بدانیم، خب رسول الله صلی الله علیه و آله برترین گزینه هست. چرا من بیام استاد خودم، شیخ خودم رو تصور بکنم که جلوی روی من نشسته و شاهد اعمال من هست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله اگر شما تصور بکنید یک صوفی رو مثلا در جلوی پیر خودش، یعنی تصور بیشتری رو دارد و آرامش بیشتری رو دارد یا در جلوی رسول الله صلی الله علیه و آله. پس بنابراین اگر قرار باشد که اینم جایز نیست، اگر قرار باشد کسی غیر از الله تصور بکنیم و اون مراقبه بکنیم، پس اون شخص رسول الله صلی الله علیه و آله باید باشد. در صورتی که ما چون این چیزی رو سراغ نداریم، هیچ کسی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و چون این مراقبه ای رو برای ما تعریف نکردند و این عمل رو انجام ندادند و هیچ یکی از ائمه بزرگوار ما از نظر فقهی اهل سنت و الجماعت پیرو امام ابو حنیفه هستند یا امام مالک یا امام شافعی یا احمد ابن حنبل، هیچ یکی از این بزرگان ما پیر طریقت نبودند و مریدانی رو نداشتند که به این صورت بیاند اونها رو مجبور بکنند که شما بیایید ما رو تصور بکنید. پس بنابراین تصور شیخ و این مراقبه ای که در برخی از نهله های تصوف گمراه هست، این در واقع یک امر شرک آمیز هست و جایز نیست. اما اگر تصوف صرفاً به معنی توجه کردن به معنویات باشه، توجه کردن به صحت نماز باشه که نماز ما آدابش، سننش، ارکانش و واجباتش کامل باشه، روزه ما، بقیه عبادات ما مواظب باشیم که در سخنان ما موردی نباشه که خلاف رضای الله متعال باشه، در رفتار من، در گفتار
رفتار من، در افکار من، این در واقع یک چیز محبوب و پسندیده‌ای هست که انسان باید مواظب باشه. اما اون کسی که ما را مؤاخذه می‌کند و شاهد اعمال ما هست فقط و فقط الله متعال هست، نه کسی دیگر.